خب بچه عزیز سلام. چی کار داری میکنی خانم؟ چی؟ چی کار داری میکنی؟ چی دستی؟ لایو دارم میگیرم. لایو میگیری یعنی چی؟ یعنی لایو دیگه یعنی زنده. مگه برنامه زنده است داری لایو میگیری؟ نه این با برنامه اجازه کی داری لایو میگیری؟ خودم. خیلی ممنونم لطف میکنی. خواهش هر هفته بود کارتون لایو میگیری تو پشت صحنه دیگه. آره اونجا میذاشتم گوشی دیده نمیشد. خیلی ممنونم واقعا لطف میکردی. میکنم. اون چیه جلو صورتت؟ ماسکه. مرسی که گفتی. میدونم ماسکه. برای چی ماسک زدی؟ هوا خیلی آلوده است. اون میشه بدید به من؟ جان؟ بله کم اذیت میشم بگیرم تو دستم. چی اذیت؟ مرسی ببخشید. تو دستم خسته میشه. هولدر آوردی؟ نه از همینجا پیدا کردم. یا خدا. خب تو چته؟ تو چرا اونجوری اومدی؟ به خاطر مسئولیت و وجدان کاری اومدم واقعا؟ و اینکه البته خب خواستم جلوی دوربینم باشم. حالت هم خوب نیست؟ متاسفم. یعنی دوتا مجری سالم تو این شهر نبود که تو این دوتا رو برداشته بودی جلو دوربین؟ خواستم عرصه‌ام خالی نمونه. عرصه خبر. عرصه خبر. الان با حضور شما عرصه خبر پر شد. واقعا شرمنده کردید. ممنونم. بریم آقا خبر رو بریم. چه نمایش‌هایی بر مدار اجرا قرار گرفتن؟ مرسی که خودتو معرفی کردی. سلام حدیثه هستم. چه نمایش‌هایی بر مدار اجرا قرار گرفتند؟ سلام مهدی هستم. نمایش‌های اینجا همه چیز غیر عادی است. به کارگردانی عرفان نژاد نجف، به زور به کارگردانی سپیده سروری، ماتوشکا به کارگردانی محسن چراغی، کلاغ به کارگردانی محمد تات، گربه‌ای در اتاق 147 به کارگردانی علی محمدی، من زمین را دوست دارم به کارگردانی فاطمه نصرتی، همورا به کارگردانی مژگان رادفر، جوهاتسو به کارگردانی سید میثم قاسمی نژاد، 15 سالگی به کارگردانی زهرا کتیرایی. در هفته دوم آذر ماه روی مدار اجرا قرار گرفتند. از نمایش‌های دیگری که این هفته در سالن‌های تئاتر اجرا می‌شوند می‌توان به گاراژ به کارگردانی کیانوش عیاضی، مذاکرات کمپانی ستاره شرقی به کارگردانی سمیرامیس بابایی، جنگ چهره زنانه ندارد به کارگردانی به تجربه کارگاهی گروه هنری آوای ققنوس، اتاق روشن به کارگردانی احسان زاره، دیگری شبیه خودش به کارگردانی شاهین چگینی. ببخشید حواست کجاست شما؟ یکی از دوستای قدیمی رو دیدم تو خب باشه لایو. خبر ضبط داریم. خسرو به کارگردانی حامد شیخی، آواز گرگا به کارگردانی سیامک گلسرخ، نوا نمایش ره 100 ساله به کارگردانی علیرضا عمرانی جیمنون به کارگردانی مسعود اسماعیلی و اسیر هندی 2 به کارگردانی علی یاری. مرسی دستتون درد نکنه. یه خورد اه چی شد دوباره؟ ای بابا این چرا چیزی برداشت؟ ای بابا صدای چی بود؟ یه چرا؟ مرد. یا خدا اون چیه؟ این چرا مرد؟ بچه همکارمون مرد. داری لایو میگیری همکارت مرد؟ آقا اونو بردار ببر خب بیرون. الان میگن صدای چی بود دیگه نگران میشم. خب باشه خبرها مونده. ای بابا خب یه لحظه یه لحظه چی؟ لایو رو بگیرم دیگه. ای از بابا جنازه؟ آره کجا میبریدش؟ کدوم سردخونه؟ سردخونه میبرمش. کدوم سردخونه؟ برای چی؟ ادامه لایو دیگه. کات کن کات. ای بابا عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. متاسفانه همکارم رو به دلیل قطع برق چون دستگاه اکسیژنش از کار افتاد از دست دادیم. مجبور شدم که خودم بیام ادامه خبر رو در خدمتون باشم. نمایش غلامرضا لبخندی نیز در هفته جاری اجرا می شود. تئاتر شهرستان ها. خب الان منتظری من بخونم. نمایش و خداوند درون یک مرد. همش ناراحت اون همکارمونم. نتونستم لایو کامل بگیرم ازشون. خبر رو بخونید. اونو حالا تو مراسمش دعوتتون میکنیم بیا ادامه لایوتون رو بگید. نمایش و خداوند درون یک مرد 2 قلب قرار نداد
به کارگردانی علی رئیسی در قزوین اجرا می شود. فرار از زندان 2 به کارگردانی جواد حسینیان در شاهرود به نمایش در می آید و مردم رشت شاهد اجرای نمایش بچه بالا شهر عمو دوست داره. اسم انتخاب کردی جناب آقای مجید کاظمزاده مژدهی، بچه بالا شهر عمو دوست داره. باشه، بچهای رشت میتونم برای این تئاتر رو ببینم. نمیدونم حالا. نمایش دهخدا به کارگردانی محمد رضا بزرگزاد ارباب در اصفهان اجرا می شود. خب ارتباط با شرمند خبرنگار رو داریم. جو باکس یک نقش نقره خیاله و داریم کتاب صوتی رکورد میکنیم. بریم بشنویمش. شبیه کینه و طمع. مگه ضبط نمی‌کنی؟ ببخشید. چه خبره؟ داشتم فیلم رکورد میکردم برای سینما آفیس. برای سینما آفیس؟ بله. باش. بریم باکس 2 نقش نقره خیال دارن شرح صحنه نابینایان میگیرن. ببینیم چه خبره. آلیس مات و مبهوت بهش نگاه. آره همینجا درسته جاش. باز اومدی شما؟ بله. برای سینما آفیس؟ بله. بفرمایید. تازه ترین اخبار سینما. الناز شاکردوست بازیگر فیلم بی بدن در جشن حافظ از خودش تشکر کرد. ما هم از شما تشکر میکنیم خانم شاکردوست. خیلی ممنون واقعا. منظورم خودم بود، همه نگید لطفا. مرسی. و گفت برای آن فیلم زحمت‌های زیادی کشیده است. او جایزه بهترین بازیگر او جایزه بهترین بازیگر زن 23مین جشن حافظ را گرفت. جایزه بهترین بازیگر زن جشن مذکور به بنفشه صمدی نیز به صورت مشترکانه اهدا شد. بهترین بازیگران مرد آن جشن رضا عطاران و میلاد کیمران بودند. سروش صحت به خاطر ساخت فیلم صبحانه با زرافه ها از نظر داوران 23مین جشن حافظ به عنوان بهترین کارگردان شناخته شد. جشن حافظ در 23مین گام خودش نشان عباس کیارستمی را به احمد بهرامی داد و داوران آن به این نتیجه رسیدند که جواد عزتی در 1 سال گذشته دستاورد فردی ویژه‌ای داشته. باریکلا آقای عزتی. چه فیلمنامه‌های مجوز ساخت گرفتند؟ اعضای شورای صدور مجوز فیلمسازی در آخرین جلسه خودشان با ساخت فیلم‌های آرامبخش به کارگردانی سعید زمانیان، زن و بچه به کارگردانی سعید روستایی، دکتر فون گویر به کارگردانی بهروز افخمی، این یک فیلم نیست به کارگردانی مصطفی کوشکی، غزل به کارگردانی حسن میرزا محمدی. این باید غزل باشه به نظر من، چون غزل با قین قه 2 نقطه چون با قینه. حالا غزل رو هم بگو. غزل یا غزل به کارگردانی حسن میرزا محمدی. سالن 4 به کارگردانی حسین ترکجوش موافقت کردند. تبلیغ اخبار اینو برای توضیحات صحنه نوشتید؟ نوشتید خب چرا باشه این توضیحات صحنه است. اینا آدم به اشتباه میندازید، ببخشید. اخبار موسیقی هفته. محمد رضا زمانی ممرضا، نمیدونم چرا ممرضا نوشته اینجا. روز شنبه شاید صداش میکنه. خب الان ما مگه خبر دوستانه داریم میخونیم برایش. شاید. شما نظری نداری؟ پشت صحنه است، من دارم خبر میگیرم الان. مرسی که اظهار نظر میکنه. اصلا نمیخوام بگم. آقا محمد رضا زمانی روز شنبه 10 آذر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران با طرفدارانش دیدار میکند. عرفان طهماسبی و طرفدارانش نیز تا روز 10 آذر میهمان تالار رودکی اصفهان هستند. 19 آذر به بعد در تالار مرکزی بندرعباس میرن. به سلامتی. سالن رویال هتل اسپیناس در روز دوشنبه 19 آذر میزبان معین زندی و طرفدارانش میشود. معین زندی همون که اینجوری چیز میکرد. معین زد دیگه. آها نه میکروفونش هم اینجوری چیز میکرد. علی یاسینی در روزهای 19 و 20 آذر در تالار شهرداری کاشان با طرفدارانش دیدار میکنه. 19 آذر شاهد دیدار مسعود صادقلو و طرفدارانش در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران است. مجید رضوی در همان روز به مجتمع گردشگری ایرانیان واقع در قزوین میرود. این چی شد؟
ریچارد کلایدرمن. بله. باریکلا. نوازنده مشهور پیانوی فرانسوی که علاقه دارد تمهای موسیقی ایرانی را کشف کند و کشور زیبایمان را از نزدیک ببیند، در صورتی که مجوزهای لازم برای اجرای کنسرت صادر شود به ایران میآید. باریکلا آقای کلایدرمن، تو رو خدا بهش مجوز بدین. جان من ریشک رو میذارم بهش مجوز بدید. بذارید یه آهنگساز خوب بیاد ایران، یه کنسرت خوب ببینیم. تو سال 97 هم قطعه ای ایران رو توی تالار وزارت کشور اجرا کردن. پس قبلا اومده ایران. خبش بدیم دیگه مجوز. به اومده، بدبخت کاری هم نکرده، اومده کنسرتش رو اجرا کرده رفته دیگه. خواهش میکنم از مسئولین بهش مجوز بدن. متشکرم. چی شد دوباره؟ یه خبر دیگه مونده. خبر؟ بروسلی؟ قاتل بروسلی بعد از نیم قرن پیدا شد. او برکلا. مجله پزشکی کلیه. ما فکر میکنیم ناتوانی کلیه ها در آب اضافی بدن باعث مرگ بروسلی شد. در دفع آب اضافی بدن دیگه. بله. یعنی چی؟ یه جمله ای داشته بروسلی. خب میگفته که مثل آب باش دوست من. اینو به منم گفته بود. بروسلی به تو گفت مثل آب باش؟ مگه تو بودی اون؟ من مدیر تدارکاتش بودم. با این حجم از آبی که جذب کردی الان مثل بروسلی هستی؟ بله. خسته نباش. همیشه به من میگفت که من شوخی میکردم باش. خب گفت خدا نکشد. دستشون درد نکن. تمام شد؟ بله. بفرمایید. مرسی آقای پرزور. یعنی توی این جمع یه آدم حسابی نباید باشه کنار من که یه کار زن کنیم. میگم راستی مراسم این همکارمون که فوت کرد کیه؟ الان اینقدر برات مهمه همکاره؟ نه بابا لایو هم واسم مهمه. خب ادامه چیز بدی گفتم مگه؟ همکارت مرده بعد شما لایوت مهمه؟ گفتن کیه؟ چی شد؟ نمیدونم کدوم سردخونه، کدوم قبرستون، قطعه چند. بله. از عزیزانی که توی مراسم شرکت میکنن تشکر میکنیم. وسایل رو نزدیک اومدن پیمان جان. هنوز نمرده آخر. مرده. اون دوستانی که از راههای دور و نزدیک تشریف میارن ازشون متشکریم. خیلی قدم رنجه فرمودن. وسایل ایاب ذهاب هست. نفر بعدی هم مرد، ما براش مراسم میگیریم. سعی میکنیم همینجا این مراسم نه اینجا کفن و دفن پیمان مسئول این کار هستن. اسپانسر این برنامه مؤسسه کفن و دفن پیمان. رستوران پرزور هم غذاشو تقبل کرده. گروه فیلمبرداری ایشون هم حتما مراسم لایو براتون نشون میده دیگه. مراسم پر میکنم خیالتون راحت. دوستاتون تشریف میارن؟ واقعا؟ باید ناهار بدین. دوستاتون تشریف میاره. خب اونام لایو ببینن. برای چی پول ناهار بدین؟ خب لایو که نمیتونن غذا بخورن. باید بیان. ای بابا. آقا کات بریم آقا جمع کن.